شرکت‌های موبیلی تاجیکستان در نزد خدمات ضد انحصاری تاجیکستان برای بالا بردن نرخ گفتگوها با روسیه و کشورهای خارجه دو دلیل پیش آوردند. یکی از این دلایل‌ها این به کار آغاز کردن مرکز یگانه کموتاسیونی است که برای هر یک دقیقه گفتگو هم وارداتی و هم صادراتی از کشور 15 درم حق می‌ستاند. دلیل دوم این بود است که قرب اسعار خارجی در برابر سامانه بالا رفت و این خراجات‌های شرکت‌ها را نیز افزوده است. در سمت 0.12 سنت مقرر شده بود. سال 2012 و وقتی که در سال 2016 قرب اسعار ملی نسبت اسعار خارجی به خود می‌دهید چه شد، همون 0.12 سنت و همون قرب هم دور پیشتر 69 دیرم رو تشکیل می‌داد. 69 دیرم. اگر بازی لگر گیریم با همین خوردی 788 اینو در دوم سال چندین مراتب ما مراجعه کردن که ما همین میبرداریم این دستوری خدمات ضد انحصاری نیست. این پیش از همه همین فقط خدمات ضد انحصاری میگن و مراجعه کردن یک چند مراتب گفتیم که در نتیجه جنبش فعالیت مولوی 2016 ما اینو مورد بررسی قرار میدیم و همون 0.12 سنت همون دوره اگر با کشت وزیر اگر گیریم خودش 0.96 سنت شد 0.96 دیرم میشه حرکت پول اسعار. قبلا نرخ یک دقیقه گفتگو با روسیه از تاجیکستان 1 سومونی نرخ داشت و سر از 20 ینوری سال روان این رقم تا به 1 سومونی و 20 درم بالا رفت. ضمناً نرخ گفتگو از تاجیکستان به روسیه نسبت به از روسیه به تاجیکستان 10 مراتب گرانتر بوده است. یعنی اگر مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان زنگ زنند 10 مراتب از آن ارزانتر است که از خانواده هاشان به روسیه زنگ بزنند. با اطلاع خدمات ضد انحصاری تاجیکستان شماره گفتگوها از تاجیکستان به خارجه در قیاس به سال گذشته به طور قابل ملاحظه پایین رفته است. اگر در سال قبلی از تاجیکستان ساکنان حدود 158 میلیون دقیقه با خارجه گفتگو کرده باشند، در سال جاری پس از گران شدن نرخ گفتگوها ساکنان حدود 112 میلیون دقیقه همگی با خارجه گفتگو کردند. عبدالله اشرف، امردین عالینموف، رادیو آزادی، دوشنبه.